به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. با سلام خدمت دانش آموزان عزیز. امروز میخوام درس دوم با عنوان حجم و جرم رو از فصل 5 ریاضی 6 دبستان تدریس بکنم. لطف کنید کانال ما رو سابسکرایب بکنید. حجم میزان فضایی که یک جسم اشغال میکنه رو میگن حجم. مثلا یه لیوان میگیم 1 لیتر آب جام میگیره. اگه 2 لیتر آب توش بریزیم لبریز میشه. یا این اتاق حجمش اینه که مثلا 20 نفر آدمو میتونه تو خودش جا بده، 50 نفر دیگه توش جا نمیشه. فرمول حجم مکعب مستطیل. این شکل یه مکعب مستطیله، این طولشه، این عرضشه، اینم ارتفاعشه. بعد حجم مکعب مستطیل فرمولش اینه: طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. حجم شکل زیر را به دست آورید. اندازه هایی که زده واحد سانتی متره. طول 6، عرض 3، ارتفاعش 5. بعد ما گفتیم حجم مکعب مستطیل چی بود؟ طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. حالا یه نکته مهم، ما در مساحت میگفتیم سانتی متر مربع، ولی در حجم باید بگوییم سانتی متر مکعب. اگه این متر داده باشه اندازه بر اندازه متر باشه، اینجا متر مکعب میشه. اگه کیلومتر داده باشه کیلومتر مکعب میشه. پس برای حجم باید واژه مکعب و برای مساحت باید واژه مربع رو به کار ببریم. گفته حجم این شکل رو به دست بیارید. ببینید همیشه مسئله ها ساده نیست که راحت حل بشه. باید روش دقت بیشتری بکنیم. این شکل از 2 تا شکل تشکیل شده. ما اول حجم هر کدومی رو جداگانه حساب میکنیم و گفته حجم کل شکل رو به دست بیاریم و با هم جمع میکنیم. مثلا ببینید این شکل الفه، من اول حجم شکل الف رو به دست میارم. این یه مکعب مستطیله. گفتیم چی بود حجم مکعب مستطیل؟ طولمون اینجا داده 4، عرض رو داده 2، ارتفاع رو داده 3 سانتی متر مکعب. حجم شکل ب رو به دست بیارم. این 4 داده. خب زل روبروش هم میشه 4. توی شکل ب عرضش رو داده 2، ارتفاعش هم داده 1، ولی طولش رو نداده. مثلا طولش رو باید خودمون به دست بیاریم. از اینجا تا اینجا رو داده 7، از اینجا تا اینجا 4. 4 رو از 7 کم میکنیم، این تیکه میشه 3 و چون این رو به روشه طولش هم میشه 3. حالا طولش به دست آمد. پس این میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 سانتی متر مکعب. گفته که حجم کل شکل رو میخواد، بنابراین باید این دوتا رو با هم جمع بکنیم. سانتی متر مکعب. واحدهای حجم بزرگترینش متر مکعبه که اسم دیگهش هست کیلومتر مربع. اسم دیگهش هم یاد بگیرین، چون ممکنه تو امتحان نگه متر مکعب، بگه کیلومتر مربع. بعد دسیمتر مکعب یا بهش میگن لیتر، سانتی متر مکعب یا سی یا میلی لیتر، بعد میلیمتر مکعب. بعد اینا برای اینکه به هم دیگه تبدیل بشه همه ضرب در 1000 میشه. اگر از واحد بزرگتر بخوام بیام به واحد کوچیکتر ضرب در 1000 میشه. اگر از واحد کوچیکتر بخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم بر 1000 میشه. 1/7 سانتی متر مکعب چند میلیمتر مکعبه؟ سانتی متر مکعب رو پیدا میکنیم، میلیمتر مکعب رو هم پیدا میکنیم. ببینید بینشون 1000 فاصله هست. از واحد بزرگتر میخوام بریم به واحد کوچیکتر، ضرب میکنیم. گفتیم در ضرب به تعداد صفرها ممیز میاد جلو. اینجا ما 3 تا صفر داریم، 3 رقم ممیز باید بیاد جلو. اگه یه رقم بیاد جلو ممیزش برداشته میشه 1700. جلوش می نویسیم
میلیمتر مکعب. گفته 18,000 سانتی مکعب چند متر مکعب است؟ سانتی متر مکعب هم پیدا میکنیم، متر مکعب هم پیدا میکنیم. ببینید بینشون 2 تا هزار خورده. از واحد کوچیکتر میخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم میکنیم. در تقسیم به تعداد صفرهای این ممیز میاد عقب. بعد 1,000,000 6 تا صفر داره. از اینجا 6 رقم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 ممیز میزنیم. جلوش مینویسیم متر مکعب. بعد این صفرهای بعد از ممیز خونده نمیشه. 0,0 8,254 میلیمتر مکعب چند سی سی هست؟ میلیمتر مکعب رو پیدا میکنیم، سی سی رو پیدا میکنیم. ببین سی سی اسم همون سانتی متر مکعبه. اسمای دیگه رو یاد بگیرین چون ممکنه تو امتحان نگه سانتی متر مکعب، ممکنه بگه سی سی. ببینید بینشون 1,000 فاصله است. ولی چون از واحد کوچیکتر اومده به واحد بزرگتر تقسیم باید بشه. 1000 3 تا صفر داره. در تقسیم به اندازه صفرها ممیز میاد عقب. این 3 تا صفر داره. از اینجا 3 رقم میشماریم. 1 2 3 ممیز میزنیم. جلوش مینویسیم سی سی. پس اسمای دیگه‌ش هم خوب یاد بگیرید. گفته 5 دسیمتر مکعب چند میلیمتر مکعبه؟ دسیمتر مکعب رو پیدا میکنیم، میلیمتر مکعب هم پیدا میکنیم. ببینید بینشون 2 تا هزاره. بعد از واحد بزرگتر میخوام بریم به واحد کوچیکتر ضرب میکنیم. بعد جلوش مینویسیم میلیمتر مکعب. 1945 لیتر چند سی سی هست؟ لیتر هم پیدا میکنیم، سی سی هم پیدا میکنیم. بینشون 1,000 فاصله است. از واحد بزرگتر میخوام بریم به واحد کوچیکتر ضرب میکنیم. واحدهای جرم. یکی میلی گرم هست که برای چیزهای خیلی کوچک مثلا جرم زعفران استفاده میکنیم. گرم اسم دیگهش هست سی سی. برای جرم یک شکلات از واحد گرم استفاده میکنیم. کیلوگرم یا لیتر برای جرم یک انسان از این واحد استفاده میکنیم. تن برای چیزهای خیلی سنگین استفاده میکنیم، مثلا جرم یک کشتی. تبدیل واحدهای جرم به یکدیگر. گفتیم از همه بزرگتر تن هست و از همه کوچکتر میلی گرم هست. تن ضرب در 1000 بشه میشه کیلوگرم، کیلوگرم ضرب در 1000 بشه میشه گرم، گرم ضرب در 1000 بشه میشه میلی گرم. و از واحد بزرگتر بخوایم بریم به واحد کوچیکتر گفتیم ضرب میکنیم، از واحد کوچیکتر بخوایم بریم به واحد بزرگتر تقسیم میکنیم. 1.7 کیلوگرم چند گرم هست؟ کیلوگرم هم پیدا میکنیم، گرم هم پیدا میکنیم. ببینید بینشون 1,000 فاصله هست. از واحد بزرگتر میخوام بریم به واحد کوچیکتر ضرب میکنیم. 1,700 گرم. 18,000 کیلوگرم چند تن هست؟ کیلوگرم هم پیدا میکنیم، تن رو هم پیدا میکنیم. ببینید بینشون 1,000 خورده. ولی چون از واحد کوچیکتر میخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم میکنیم. 3 تا صفر اینجا داره، از اینجا 3 رقم میشماریم. 1 2 3 ممیز میزنیم. صفر بعد از ممیز هم خونده نمیشه، میشه 18 تن. 8,254 میلی گرم چند گرم است؟ میلی گرم هم پیدا میکنیم، گرم هم پیدا میکنیم. بینشون 1,000. ولی چون از واحد کوچیکتر میخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم میکنیم. 1,000 3 تا صفر داره، از اینجا 3 رقم میشماریم. 1 2 3 ممیز میزنیم. جلوش مینویسیم گرم. 1945 لیتر چند تن هست؟ دقت بکنید. لیتر اسم دیگه کیلوگرمه. بین لیتر و تن 1,000 فاصله است. ولی چون از واحد کوچیکتر میخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم میکنیم. 1,000 3 تا صفر داره، از اینجا 3 رقم میشماریم. 1 2 3 جلوش مینویسیم تن. 1200 سی سی چند کیلوگرمه؟ دقت کنید سی سی همون گرمه. بین سی سی و کیلوگرم 1,000 فاصله است. ولی چون از واحد کوچیکتر میخوام بریم به واحد بزرگتر تقسیم بر 1000 میکنیم.
1000 3 تا صفر داره، از اینجا 3 رقم میشماریم. 1 2 3. 1/200 که صفرای بعد از ممیز خونده نمیشه، میشه 1/2 کیلوگرم. 27 تن چند لیتره؟ تن رو پیدا میکنیم، لیتر که همون کیلوگرم هستن پیدا میکنیم. ببینیم بینش 1000 فاصله است. ولی چون واحد بزرگتر میخوام بیام به واحد کوچیکتر و ضرب کنیم. دانش آموزان عزیز، درس دوم با عنوان حجم و جرم از فصل 5 ریاضی 6 دبستان رو هم تدریس کردم. لطف کنید از کانال ما حمایت کنید.